خنک موندن توی تابستون و فصل گرما خیلی مهمه، چرا که دمای بالای بدن ممکنه که باعث گرمازدگی بشه. اما چطور بهترین و مؤثرترین راه برای خنک موندن رو انتخاب میکنید؟ آیا ادویه‌ها و چاشنی‌هایی هست که در خنک موندن بدن تاثیر بذارن و آیا طب سنتی در این مورد هم راهکارهایی داره؟ عرض سلام به خدمت همه دوستانی که به تازگی به کانال ما پیوستن و همینطور دوستانی که از ابتدا ما رو یاری کردن. به کانال خودتون خوش اومدین. شروع فصل گرما همه رو کلافه کرده و همه به دنبال یافتن راهی برای خنک شدن هستن. ادویه ها نه تنها طعم غذا رو بهبود میبخشن، بلکه دارای مزایای سلامتی بسیاری هستن که میتونن به بهبود عملکرد بدن کمک کنن. برخی از این ادویه ها خاصیت خنک کنندگی دارن و میتونن در طول ماه‌های گرم سال مؤثر باشن. توی این ویدیو به بررسی دقیق و جامع این موضوع میپردازیم و به شما معرفی میکنیم که کدوم ادویه ها میتونن به بهبود سلامتی و خنک کردن بدن توی فصل گرما کمک کنن. با ما همراه باشید تا فواید شگفت انگیز این ادویه رو بیشتر بدونید و با لایک و سابسکرایب کردن کانال حمایت خودتون رو نشون بدید. یکی از این گیاهان دارویی هل هستش. هل به دلیل طعم شیرین، معطر و خاصیت خنک کنندگی اون شناخته شده و معروفه. این ادویه میتونه به سم‌زدایی بدن و بهبود هضم غذا کمک کنه. مصرف هل توی نوشیدنی ها و دسرها علاوه بر ایجاد طعم مطبوع میتونه حس خنک کنندگی رو به بدن منتقل کنه. همینطور به بهبود فرایند گوارش کمک میکنه، میتونه نفخ و مشکلات گوارشی رو هم کاهش بده. استفاده از هل توی رژیم غذایی روزانه میتونه به سلامت عمومی بدن کمک کنه. مورد بعدی تخم گشنیز هستش که تخم گشنیز و حتی برگ‌های اون خاصیت فوق‌العاده خنک کنندگی داره که به کاهش حرارت بدن کمک قابل توجهی میکنه. این ادویه علاوه بر خنک شدن بدن میتونه در بهبود هضم غذا هم کمک کنه. تخم گشنیز به طور گسترده همتون توی آشپزیاتون مورد استفاده قرار میدید، چون که طعم مطبوعی رو به غذا میده. استفاده از این ادویه توی تابستون علاوه بر افزودن به طعم، به خنک کردن بدن و بهبود فرایند گوارش بسیار کمک میکنه. یک مورد دیگه از گیاهان خنک کننده که معرف حضور همتون هست و همه ازش استفاده میکنید نعنا هستش. نعنا به طور طبیعی دارای خواص خنک کنندگیه که میتونه به کاهش حرارت بدن کمک کنه و سبب ایجاد حس تراوت بشه. این گیاه نه تنها حس تازگی و خنک کنندگی به بدن میده، مزایای گوارشی بسیار مناسبی هم داره. مصرف نعنا میتونه باعث هضم غذا بشه، علائم سوء هاضمه و نفخ رو کاهش میده. افزودن نعنا به نوشیدنی ها و غذاها میتونه تجربه لذت بخش و خنک رو به ارمغان بیاره و در عین حال فواید سلامتی فراوانی رو برای بدن ما داره. مورد بعدی تخم شربتی که در واقع همون دونه های گیاه ریحونه. این دونه ها وقتی که با آب ترکیب میشن خاصیت لعابدار به خودشون میگیرن. لعاب این دونه ها پس از جذب آب به صورت ژله‌ای در میاد و چون در خودش آب ذخیره میکنه برای رفع آتش بسیار مناسب و مفیده. البته چون این حالت ژلاتینی آب زیادی داره میتونه ماها رو تا مدت زیادی سیر نگه داره و از این خاصیتش به عنوان کاهش دهنده اشتها و برای لاغری مورد استفاده قرار میگیره. تخم شربتی مقدار زیادی فیبر و پروتئین و امگا 3 و امگا 6 داره. سرشار از آنتی اکسیدان، کلسیم، پتاسیم، منیزیم و آهن هستش. برای کاهش فشار خون و کنترل قند خون از اون مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین بهتره که در افراد سالمندی که داروهای ضد فشار خون مصرف میکنن و یا افرادی که قند خون پایینی دارن با ملاحظه استفاده بشه. مصرف این داروها، این دونه برای افرادی که داروی ضد انعقاد هم مصرف میکنن توصیه نمیشه، چون این دونه خاصیت رقیق کنندگی
خون داره. شما میتونید 1 لیوان آب رو با 1 قاشق غذاخوری عسل و 1 قاشق مرباخوری تخم شربتی با هم دیگه میکس کنید. حدوداً 15 تا نیم ساعت یا کمتر هم در حدی که حالت ژله‌ای به خودش بگیره نگه دارید و بعد این شربت گوارا رو میل کنید. عرق خوش‌طعم بیدمشک. عرق بیدمشک طبع سرد و مرطوبی داره و به همین دلیل در فصل تابستون خواص زیادی داره و به رفع گرمازدگی کمک میکنه. افرادی که مزاج گرم و خشک دارن با مصرف اون میتونن به حفظ تعادل بدن خودشون کمک کنن. مصرف عرق بیدمشک سردرد ناشی از گرممزاجی رو از بین میبره و مصرف اون باعث تسکین اعصاب و ایجاد آرامش میشه. جالبه بدونید که این عرق باعث تقویت قوای جنسی میشه و تب شدید رو پایین میاره. اما باید دقت داشته باشید که مصرف بیش از اندازه عرق بیدمشک باعث ایجاد اسهال میشه و یک گیاه قوی و از لحاظ ملیم بودنش بسیار قوی هستش. پس توصیه میشه کسانی که مشکل روده‌ای دارن در مصرف اون احتیاط کنند. در دوران سرماخوردگی و عفونت برای کاهش تب و همینطور بعد از خوردن یک غذای پر ادویه با طبع گرم و همینطور زمانی که فرد دچار بی اشتهایی هست میتونن این عرق رو مصرف کنن. طرز تهیه و مصرف اون همینه که 1 استکون عرق بیدمشک رو با 1 لیوان آب سرد مخلوط کنید، مقداری عسل مرغوب رو بهش اضافه کنید و میل کنید. مصرف عرق بیدمشک در جوانی مانع فشار خون در دوران پیری میشه. قبل از هر وعده غذایی 1 استکان اون رو برای کنترل فشار خونتون میتونید میل کنید. گیاه بعدی شاهتره هستش. شاهتره گیاهی علفیه و این گیاه از زمان آغاز گلهیش جمع آوری میشه و در تهیه انواع داروهای گیاهی به صورت کپسول، قرص، لوسیون و حتی دمنوش و چایی مورد استفاده قرار میگیره. شاهتره در آب و هوای معتدل به خوبی رشد میکنه و گلهای رنگارنگی داره و از گذشته مورد توجه طب سنتی قرار گرفته. طب سنتی طبع شاهتره رو سرد و خشک میتونه و بیشترین کاربردی که در طب سنتی برای این گیاه با طبع سرد در نظر گرفته میشه برای پوست هستش. مصلح این گیاه عرق کاسنیه. شاهتره باعث درمان آکنه و از بین بردن جای جوش میشه و موجب پاکسازی پوست میشه و در نتیجه میتونه پوست شما رو زیبا و درخشان کنه. همینطور خاصیت ضد التهابی داره. با داشتن خاصیت ضد التهابی برای بهبود تورم، قرمزی، زخم‌ها و مشکلات پوستی میتونید اونو استفاده کنید. همینطور این گیاه در درمان پسوریازیس که یک بیماری پوستیه و معمولاً از گرم بودن کبد ناشی میشه مورد استفاده قرار میگیره و در نتیجه موجب رفع و درمان خارش میشه. یک گیاه معروف دیگه ای که در طب سنتی بسیار پرکاربرده و به همین دلیل در ایران کمتر خونه‌ای میتونیم پیدا کنیم که عرق اونو نداشته باشن، کاسنیه. کاسنی هم طبع سردی داره و خنک هستش. کمک میکنه به بهبود سلامت مردان، تنظیم قند خون، تقویت سیستم ایمنی بدن و حتی پاکسازی بدنه. علاوه بر اون برای خانم ها هم بسیار مفید و موثره. برای کاهش قند خون، کاهش استرس مورد استفاده قرار میگیره. با وجود اینکه بیشتر حجم عرق کاسنی رو آب تشکیل میده، اما ارزش غذایی خیلی زیادی داره که در همون حجم ویتامین هایی از جمله ویتامین K، ویتامین E، B6، ویتامین C و حتی ویتامین A فراوانی داره. همینطور مواد معدنی از جمله کلسیم و منیزیم و منگنز، آهن و اسید فولیک زیادی در این گیاه وجود داره و خاصیت خنک کنندگی داره و بنابراین در فصل گرما مورد استفاده و توجه زیادی قرار میگیره. دونه پرخاصیت بعدی خاکشیر هستش که حاوی تخم‌هایی به رنگ قهوه‌ای و قرمزه.
تخم‌های این گیاه طبع سردی دارن و به همین دلیل بیشتر در فصل تابستون مورد توجه همه افراد قرار میگیره که دچار گرمازدگی نشن. به همین دلیل افرادی که مزاج سردی دارن، طبعشون سرده، نباید در مصرف اون زیاده روی کنن. مثلا افراد روماتیسمی، افرادی که آرتروز دارن. در فصل تابستون که همه احساس تشنگی میکنن، همه سراغ شربت گوارای اون میرن. شما میتونید که شربت خاکشیر رو با آب لیمو تهیه کنید و میل کنید. خاکشیر علاوه بر خاصیت خنک کنندگی در رفع یبوست، درمان کبد چرب، بهبود قوای جنسی و درمان ناباروری آقایون هم بسیار مفید و مؤثره. میتونه در بهبود زخم و جراحت هم به کار برده بشه. باعث دفع سنگ کلیه میشه، خاصیت تب‌بری داره و در از بین بردن انگل ها هم مفیده. ویتامین C زیادی داره، در درمان بعضی از بیماری ها مثل سرخک و مخملک هم تأثیر داره. تحقیقات نشون داده که این دونه میتونه در درمان سرطان هم مفید باشه. باعث رفع بوی بد دهان میشه و از زمام اون برای بهبود ورم‌های پستان میتونیم استفاده کنیم. عرقیات یکی از پرمصرف‌ترین شکل‌های استفاده از گیاهان هستش. امروزه بیش از 100 نوع گیاهان دارویی وجود داره که عرقگیری میشه و در مصارف مختلف طب سنتی مورد استفاده قرار میگیره. حالا شما توی کامنت ها از تجربیاتت بهم بگو چه داروی گیاهی میشناسی که مناسب این فصل باشه. مراقب سلامتیتون باشید.